من رحمن فتح. سخن امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو هریره روایت است که پیامبر خدا درود بر او به مسجد داخل گردیده و شخص دیگری هم به مسجد آمد و نماز خواند. بعد از آن نزد پیامبر خدا آمده و سلام کرد. جواب سلامش را گفته و فرمودند برو و بار دیگر نماز بخوان چون تو نماز نخواندی. آن شخص رفت و مانند بار گذشته نماز خواند. باز پس آمد و به پیامبر خدا سلام داد. ایشان فرمودند برو و از نو نماز بخوان چون تو نماز نخواندی. آن شخص برگشت و مانند دو بار گذشته نماز خواند. باز برگشته بر پیامبر خدا سلام داد و فرمودند برو و دوباره نماز بخوان چون تو نماز نخواندی. و چون این سخن 3 بار تکرار شد، آن شخص گفت قسم به ذاتی که شما را به حق فرستاده است، نماز را از این بهتر یاد ندارم. شما برای من یاد بدهید. فرمودند وقتی که برای نماز خواندن برخاستی تکبیر گفته و آنچه را از قرآن برایت میسر باشد بخوان. بعد از آن رکوع نموده در رکوع آرام بگیر. بعد از آن سر خود را از رکوع بالا کن و راست بایست. بعد از آن سجده کن و در سجده آرام بگیر. سپس سرت را از سجده برداشته آرام بنشین و همین کار را در تمام نمازت مراعات کن. یا مسلمین صلوا علیه اللهم صل علی